خلاصه خبرهای مهم 1 سپتامبر تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبری مهم روز. در این برنامه کمش 75 پرواز در هفته، جدول پروازهای دائمی از تاجیکستان به روسیه تصدیق شد. اخراج 37 مهاجر در پی زنوزنی تاجیک‌ها و چچن‌ها در میتیش. اکاترینا لیوبومسکایا ولچکو و افکارگران تاجیکش برای خود سپر ساخته است. طالبان گفتگو با جبهه پنجشیر نتیجه نداد، حالا با جنگ میگیریم. همه را فریب داد. تفصیلات فرار اشرف غنی از کابل. دپارتاسیای زن تاجیک و کودکش از روسیه برای یک خطا در شناسنامه. نابالغ را برای دزدی مرغ شانتاژ کرده تا به خودکشی رساند. هلاکت کودک 6 ساله تاجیک در یک سوختار در کنار اکاترینبورگ. مستی به پستی، کشمکش جوان تاجیک با 2 افسر پلیس مسکو. و اکنون تفصیلات خبرها. سفارت روسیه در تاجیکستان خبر داد که بین تاجیکستان و روسیه از این به بعد هر هفته کمش 75 پرواز انجام داده خواهد شد. شرکت هواپیمایی سامان ایر از 27 آگوست هر روز بین دوشنبه و مسکو یک پرواز انجام می‌دهد. از 7 سپتامبر قرار است که شرکت روسی یوت ایر نیز پروازهایش را بین مسکو و دوشنبه هر روز کند. این علاقه 14 پرواز در هفته بین روسیه و تاجیکستان می شود. این دو شرکت همین طور جدول پروازهای دائمیشان با خطرهای دیگر بین روسیه و تاجیکستان را درست کرده ایستادند. همچنین شرکت اورالسکی اویالینی قصد دارد هر هفته از شهرهای دوشنبه، خوجند و کولوب به سمت‌های مسکو، سنت پترزبورگ، اکاترینبورگ، ژوکوفسک، قزان، کالوگا، کراسنودار، کراسنویارسک، لیپیسک، مینرالنی وودی، نالچیک، نیژنیکامسک، نیژنی نووگورод، نووسیبیرسک، پرم، رستوف، لبیدون، سامارا، اوفا و چلیابینسک در عموم 38 پرواز منتظم به راه ماند. شرکت روسی اس-7 سیبیر نقشه دارد که از شهرهای دوشنبه، خوجند و کولوب به سمت‌های مسکو، استراخان، بارناول، ولادیواستوک، ولگاگراد، وارونژ، ایرکوتسک، کیمیرو، کراسنودار، نیژنی نووگورод، اومسک، اورنبورگ، ساراتوف، تیومن و چلیابینسک هر هفته 23 پرواز انجام دهد. ساکنان تاجیکستان امیدوارند که در پی افزایش به مراتب شماره پروازهای دائمی، شرکت‌های هواپیمایی نرخ چپتای خود را پایین خواهند آورد. این شرکت‌ها تا کنون در توجیه نرخ‌های میانشکن خود این را بهانه می‌کردند که ضمن انجام پروازهای چارتری مجبورند از مسافران خراجات هر دو طرف راه را ستانند، چون که به یک طرف خالی یعنی بدون مسافر پرواز میکنند. به گفته ساکنان حالا نرخ پروازها از تاجیکستان به روسیه تا به حد 500-550 دلار پایین آمده است، ولی حتی چنین نرخ هم برای بسیاری ها میان شکن است. به این دلیل بسیاری ها کوشش میکنند که با نرخ ارزانتر از طریق فرودگاه های ازبکستان به روسیه سفر کنند. شرکت هواپیمایی ازبکستان نیز به خاطر جلب مشتری بیشتر از 3 آگوست نرخ پروازهایش تا روسیه تا به حد 140 دلار پایین آورد که از ارزانترین نرخ پرواز از فرودگاه های تاجیکستان باز هم دست کم 3 از 5 مرتبه ارزانتر است. تاتیانا پترووا سخنگوی پلیس ولایت مسکو به خبرگزاری ریا نووستی خبر داد که در پی زنوزنی روز 5 آگوست در شهر میتیش 37 مهاجر را از روسیه اخراج کردند. پترووا از کدام کشور بودن آنها را نگفت، ولی آنها غالبا شهروندان تاجیکستانند، چون که در میتیش روز 5 آگوست زادگان تاجیکستان و چچنستان مناقشه کرده بودند. تاتیانا پترووا گفت در پی زنوزنی در میتیش 66 مهاجر را دستگیر کردند. نسبت به آنها 134 پروتکل مأموری ترتیب دادند، از جمله 54 پروتکل برای ویران کردن قاعده‌های ثبت نام، 65 پروتکل برای میده‌فروشی، 15 پروتکل برای استعمال مشروبات در مکان ممنوع. در نتیجه 49 نفر را به مبلغ 5000 روبلی جریمه بسته برای اخراج بعدی به مرکز نگهداری خارجیان فرستادند. 37 نفر آنها علکی به وطنشان فرستاده شدند. تاتیانا پترووا گفت به ضد زن 54 ساله از جمهوری چواشستان صاحب هاستل
که خارجیان زندگی میکردند بر اساس ماده 322 کودکس جنایتی روسیه با اتهام تشکیل مهاجرت غیر قانونی پرونده جنایتی گشودند. این زن را به شرط بیرون نرفتن از محله زیست از بازداشت جواب دادند. قبلا فن از قبل یک منبع خود در مقامات حفظ حقوق خبر داده بود که مناقشه روز 5 اوگوست در کوچه پاگرانیچنای در شهر میتیش ولایت مسکو به سبب آنکه زادگان تاجیکستان و چچنستان کدام تجارت را تقسیم کردن نتوانستند رخ داده است، ولی شاهدان حادثه به بامداد فرضیه کاملا دیگر را نقل کردند. به گفته آنها وقتهای آخر زادگان چچنستان و دیگر جمهوری‌های قفقاز شمالی تلاش دارند تا مهاجران کاری را از کشورهای آسیای مرکزی دوله ببندند، ولی آنها راضی نیستند و مقاومت نشان داده ایستادند. چنین به نظر می رسد که عائله مهاجران تاجیک رستم و لولا با 3 فرزندانش در جنجال بین دو ستاره روس در بین آب و آتش میمانند. اکاترینا لیوبومسکایا آوازخوان سابق گروه استریلکی و رهبر جمعیت مالکان شهرک کاتیج‌های نواخوو در ولایت مسکو در مصاحبه اختصاصی با پایگاه خبری بامداد ادعای ستاره بالت روسی آناستاسیا ولچکووا را رد کرده و گفت هیچ بدبینی نسبت به خلقهای دیگر از جمله به تاجیکان ندارد. من آدمان را هیچگاه از روی نژاد یا ملت جدا نمی کنم. این را می تواند همکار من در ریاست این شهرک کاتیج‌ها جاوید تصدیق کند. او هم از تاجیکستان است ولی خیلی انسان پاک وجدان می باشد که من خیلی خوب به قدرش می رسم. من انسانها را بر اساس چنین معیارها به مثل پاک وجدانی جدا می کنم، نه از روی ملت. یادآور می شویم هنرمند شایسته روسیه ستاره بالت آناستاسیا ولچکووا در صفحه‌اش در اینستاگرام از اوج گرفتن ملتگرایی در نواخوو که او در آنجا زندگی می کند شکایت کرد. ولچکووا در یک ویدیوی 9 دقیقگی از عائله مهاجران از تاجیکستان که در کاتیج او در نواخوو زندگی می کنند پشتیبانی کرد. آناستاسیا ولچکووا گفت که این عائله را در خانه خود جا داده است. آنها در خانه ولچکووا صاحب 3 فرزند شدند، ولی در حدود شهرک نواخوو این عائله تاجیک‌ها دچار تبعیض شده است، چون که رهبر شهرک آوازخوان سابق گروه یک زمان مشهور استریلکی اکاترینا لیوبومسکایا به گفته ولچکووا از آن ناراضی است که این عائله تاجیک‌ها ایدهای ملی خود را با شادی و شور و صدای بلند تجلیل می کنند و بالای این کودکانش در میدانچه کودکان نواخوو همراه کودکان ساکنان دیگر این شهرک بازی می کنند. این دخترک‌ها یکیش 5 و دومی 3.5 ساله دارند و در میدانچه با عوض بازی داشتند، ولی او گفته است فرزندان کارمندان حق در اینجا بازی کردن ندارند. این ملتگرایی است. با یک لحن پر از احساس اظهار داشت ولچکووا. عائله مهاجران تاجیک به ولچکووا در کارهای خوجکی به حیث فراش، باغبان و آشپز به ولچکووا یاردم میکنند، ولی رقاصه بالت روس گفت آنها کارمند نه، عضو عائله منند. چه فرق دارد که از کدام ملتند؟ از روی ملت جدا کردن کودکان در زمان ما یک کردار خیلی پست است، اظهار داشت ولچکووا. طلوع نیوز در صفحه‌اش در فیسبوک به طور خیلی کوتاه و به آوردن یگان جزئیات خبر داد که حرکت طالبان گفته است گفتگو با جبهه پنجشیر نتیجه نداد، حالا با جنگ میگیریم. تفصیلات دیگر آورده نشده است. تصدیق این خبر از منابع دیگر نیز هنوز میسر نشده است. این بیانیه در حالی است که نمایندگان جبهه مقاومت ملی در پنجشیر روز 31 اوگوست از رفع 3 کوشش حمله به این آخرین ولایت خارج از نظارت طالبان خبر دادند. طلوع نیوز روز 1 سپتامبر خبر داد که جنگ بین نیروهای طالبان و جبهه مقاومت در چند منطقه از جمله در اندرون، هووک، شتول، گلبهار و جبل سراج جریان دارد. نمایندگان جبهه مقاومت روز 31 اوگوست گفته بودند که جنگجویان طالبان اساساً از طریق عقبه هووک میخواستند خط دفاعی جبهه پنجشیر را رخ نکنند، ولی ناکام شدند. حرکت طالبان در اول ماه اوگوست در پی خروج نیروهای ائتلاف تحت رهبری امریکا در بین همگی 10 روز همه شهرهای بزرگ و 33 ولایت افغانستان را تصرف کرده روز 15 اوگوست پایتخت شهر کابل را نیز به دست آورد. ولایت پنجشیر زادگاه احمدشاه مسعود
و چند ولسوالی ولایت‌های همسایه آن در حال حاضر تنها منطقه‌هایی است که بیرون از نظارت طالبان باقی میماند. در پنجشیر تحت رهبری احمد مسعود فرزند احمدشاه مسعود جبهه مقاومت ملی سازمان داده شده است که میگوید سلطه طالبان را قبول ندارد. طالبان تا کنون میگفت که قصد با جنگ گرفتن پنجشیر را ندارند و میخواهند که این مسئله را با راه صلح‌آمیز از طریق مذاکرات و گفتگو حل شود. Selam aleyküm. Я нахожусь на Нижнекамский аэропорт с ребенком. Вот. Третий суток уже. یک زن 32 ساله شهروند تاجیکستان و کودک 9 ساله او را که از 25 تا 30 آگوست در طول 5 شبانه روز در فرودگاه بگیش و شهر نیژنیکامسک جمهوری تاتارستان روسیه درمانده بود، روز 30 آگوست با پرواز شرکت اورالسکی اویالینی به تاجیکستان اخراج کردند. در این باره شبکه تلویزیونی NTR 24 از قبل منابع خود خبر داد. یادآور می‌شویم سرنوشت این زن و کودکش را که برای یک اشتباه در شناسنامه آنها را به قلمرو روسیه راه ندادند، ساکن نیژنیکامسک آلبرت خاسیموف رسانه‌ای کرد. خاسیموف در شبکه فکنتاکت نوشت که در تالار فرودگاه برای این زن و کودکش یک چیز مانند به کت خوب درست کردند و میخواهند او را به تاجیکستان پس بفرستند. شناسنامه او را گرفتند و پس نمیدهند. طور معلوم شد او را اجازت ورود به روسیه نمیدهند، چون که مقامات وزارت کارهای داخله در شناسنامه‌اش در نوشته نسب این زن اشتباه پیدا کردند. از جانب او اشتباهی نیست، ولی مشکلیش را حل کردن نمیخواهند، بلکه میخواهند او را به تاجیکستان پس بفرستند. می نویسد مؤلف. مأموریت فرودگاه بگیش و شهر نیژنیکامسک جمهوری تاتارستان روز 28 آگوست در صحیفه‌اش در شبکه فکنتاکت رسما قضیه بازداشت یک زن از تاجیکستان را که اینک 4 شبانه روز باز نمیتواند از این فرودگاه بیرون برآید شرح داد. بنا به فرضیه مأموریت فرودگاه، این زن سال تولدش 1989 با کودک 9 سالش روز 25 آگوست سال 2021 با پرواز خوجند بگیش و شرکت هواپیمای اورالسکی اویالینی به بگیش و آمد، ولی از بس که حق ورود به قلمرو روسیه نداشت و وی اجازت ورود ندادند. طبق قانونگذاری روسیه به این شهروند ورود به قلمرو روسیه منع کرده شده است. به این سبب این زن همراه کودکش در منطقه تفسیه فرودگاه بگیش و قرار دارد. با کمک فرودگاه و شرکت هواپیمایی برای این زن و کودکش جهاز خواب و جای خواب جدا کرده آنها را با 3 وقت خوراک گرم تامین کردند. دپارتاسیون آنها به روز 30 آگوست سال 2021 توسط پرواز شرکت اورالسکی اویالینی به نقشه گرفته شده است. گفته می شود در شرح مأموریت فرودگاه بگیش و گنرال ظاهر اغبر سفیر افغانستان در دوشنبه در مصاحبه با خبرگزاری روسی ریا نووستی اظهار داشت که پرزیدنت امکنون سابق افغانستان اشرف غنی روز 15 آگوست با راه فریب از کشور فرار کرده حکومت و مردمش را به چنگ طالبان پرتافت. بنا به نقل گنرال اغبر، غنی در روز فرارش جلسه حکومت را دعوت کرده بود، ولی وقتی اعضای حکومت منتظر او بودند، غنی الکی در فرودگاه کابل همراه افراد نزدیک و اهل خانواده‌اش به هواپیما می نشست تا از کشور فرار کند. غنی نه فقط خودش فرار کرد، بلکه به همسفان خود خیانت کرد و پولهای دولت را دزدیده مردم را غارت کرد. هیچ کدام از معاونان او نمیدانستند که وی نقشه فرار دارد. به گفته وزیر دفاع در حکومت او که من با وی دیروز صحبت داشتم، مشاور غنی به وزارت دفاع زنگ زده گفته است که غنی ساعت 16:00 برای جلسه به این وزارت می آید. در وزارت برای آمدن غنی آمادگی گرفتند، منتظرش بودند، ولی در همین ساعت 3 هواپیمایی که غنی و نزدیکانش در داخل آنها بودند از فرودگاه کابل به آسمان خیستند. نقل کرده سفیر افغانستان. گنرال اغبر معتقد است که جنگجویان طالبان محض در نتیجه خیانت غنی کشور را در بین همگی 10 روز اشغال کردند و آن هم در حالی که اردوی دولتی افغانستان عبارت از 300,000 سرباز از سوی ناتو تمرین گرفته با سلاح‌های غربی مسلح بود. قبلا ظاهر اغبر فرار اشرف غنی از کابل را خیانت به دولت و ملت نامید و گفت که رئیس جمهور امکنون سابق افغانستان و همراهانش هنگام فرار
169 میلیون دلار پول نقد را نیز با خود به یغما بردند. در سفارت روسیه در کابل نیز گفته بودند که اشرف غنی روز 15 آگوست با ماشین‌های پر از پول ترک کشور کرد و او با خود آنقدر پول زیاد گرفته بود که همش در هواپیما نگنجید. چگونه سقوط کردن رژیم را با همه رنگش بیشتر از هر چیز دیگر این حادثه خوب تصویر میکند. 4 ماشین پر از پول را به هواپیما بار کردند، یک قسمت دیگر پولها را به چرخبال بار کردند ولی همش نگنجید. یک قسمت پولها در میدان هوایی ماند. نقل کرده سخنگوی سفارت روسیه در کابل نیکیتا ایشنکا، یک گروه کنگرسمن‌های جمهوری‌خواه هم از پرزیدنت امریکا جو بایدن طلب کردند که تا اشرف غنی را برای غارت 169 میلیون دلار پولی که مردم امریکا برای افغانستان جدا کرده بود پیدا کرده به جوابگری بکشانند. بعد فرارش از کشور غنی گفت که گویا نه از ترس بلکه برای پیشگیری از خونریزی بیشتر ترک افغانستان کرده است. اشرف غنی که حالا در دبی قرار داشته است در یک ویدیو خبر با میلیون ها دلار فرار کردن از افغانستان را رد کرده و گفت که تنها با یک پیراهن از خانه برآمده حتی فرصت نیافته است که کفشش را عوض کند و گویا با پایپوش خانگی فرار کرده است. ولی به این حرفهای غنی دیگر کسی باور نکرد. در شهر مسکو یک راننده مست کوشش کرده است که از کارمندان دیپیس فرار کند. هنگام بازداشت او 2 افسر پلیس را گزیده است. در این باره تلگرام کانال مش با نشر یک ویدیو از تالار دادگاه که مسئله انتخاب چاره پیشگیری برای این راننده بررسی میکرد خبر داد. بنا به این خبر کارمندان دیپیس در کوچه کراسنایارسک شهر مسکو ماشینی را دیدند که کجامکج حرکت میکرد و گمان بردند که راننده‌اش مست است. کارمندان پلیس ماشین را منع کردند ولی راننده آنها را دیده فرار کرد و پلیس مجبور شد او را تعقیب کند. وقتی که بالاخره ماشین را منع کردند و خواستند راننده را دستگیر کنند او مقاومت نشان داده است. افسران پلیس او را به زمین خواباندن میخواهند، به دستانش زولانه زدند ولی طور افسران پلیس در دادگاه بیانات دادند راننده یک افسر پلیس را از دستش و دیگری را از بین پایهایش گزیده است. راننده شهروند 28 ساله تاجیکستان سنت بهرامov بوده است. در دادگاه او گناه را به گردن نگرفت و گفت از یک ضیافت برمیگشت و چیزی در یادش نیست. علیه سنت بهرامov حالا با اتهام مقابلت به نمایندگان دولت پرونده گشودند و به او حکم زندان تهدید میکند. تماشابینان عزیز، یادآور میشویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه میدهیم. دادگاه عالی تاجیکستان روز 20 آگوست بیگلینوف محمدشاه جمایویچ با جرم کشتار برادرش رمضان بیگلینوف به 20 سال زندان نظامش سخت محکوم کرد. مرکز مطبوعات دادستانی کل تاجیکستان در شرح این پرونده گفت محمدشاه بیگلینوف روز 26 اپریل سال جاری طریق تلفن از پدرش خبر یافته است که برادرش رمضان پدرش را برای نوشیدن مشروبات از خانه پیش کرده است. او بعد این در فکر نقور گرفتن از برادرش شده صبح بر وقت 27 اپریل به محله زیست برادرش دهه گلبوته نوی رودکی آمده پنهانی وارد خانه او شده است و برادرش رمضان را در حالی که خواب بود با 10 ضرب کارد فینکا کشته است. بنا به گزارش دادستانی کل بیگلینوف از بالای سیمتور گرد باغ منزل استقامتیشان آزادانه گذشته وارد تاخانه شده لباس ورزشی رنگش سیاه را همچون نقاب به سرش بسته برای عمل نمودن جنایت مذکور طریق تریزه دهلیز وارد حجره استقامتی شده از داخل صندوق آهنین کارد صنعتی فینکای برادرش رو گرفته به حجره خواب آخران در آمده میبیند که نام برده در حالت عاجز یعنی خواب میباشد و کارد مذکور را به دست راستش گرفته با بیرحمی مخصوص به گردن و قفس سینه برادرش 10 مراتب ضربه زده جراحت‌های جسمانی خلنده و برنده رسانیده است که در نتیجه برادرش در جای حادثه به هلاکت رسیده است. دادگاه شهر ایسا روز 5 آگوست عظیموف را بر اساس 2 بند کودکس جنایتی تاجیکستان ماده 109 قسم 2 رساندن به خودکشی و ماده 247 قسم 4 قلابی گناهکار شناخته به 9 سال زندان نظامش پرزور محکوم کرد.
مرکز مطبوعات داستانی کل تاجیکستان در شرح این پرونده گفت در رفت تفتیشات پیشکی و مرافعه سودی معین کرده شده است که عظیموف تخمینا ماه اپریل سال 2020 شهروندان تویروف، نوروز تک، قادرف آم و یوسفوف اس را به دزدی مرغ متهم نموده شان و اعتبار آنها را منتظم پس زده است و با تعدید خبر دادن به مقامات حفظ حقوق یا به خدمت عربی سفربر کردن از آنها پول طلب کرده و همچنین به کارهای خواجگیش جلب میکرده است. همینطور عظیموف از ماه اپریل تا ماه آگوست سال 2020 منتظم شان و اعتبار نابالغ تویروف سه را در نزد رفیقانش پس زده از تویروف سه پول طلب کرده تهدید کرده است که اگر پول ندهد مرغ دزدیش را به میلیسیا خبر میرساند. با این قانع نشده قادرف آم را 2 مرتبه برای 1500 سومونی به منزل استقامتی والدان تویروف سه به نزد مادرش صدیق و روان کرده است. در نهایت نابالغ تویروف از تهدید و تحقیر دائمی از جانب عظیموف طاقت نکرده از ترس بدنام نشدن در نزد اهل عائله و همدیگان شب 14 آگوست سال 2020 تخمینا ساعت 23 خود را در خانه‌اش در دهه آبگرم جماعت نوآباد در کنار شهر ایسار به دار کشیده است. دادگاه همچنین عظیموف را در 4 لحظه قلابی گناهکار شناخته و برای 4 سال از حق اشغال منصب‌ها در مقامات ساحه زمین‌سازی نیز محروم کرد. شب 31 آگوست به 1 سپتامبر در یک منزل خصوصی در حدود اسنتا ژلزنودروژنیک در کنار شهر اکاترینبورگ روسیه سوختار به عمل آمد. بر اثر سوختار یک کودک 6 ساله به هلاکت رسیده پدر و برادر او را بستری کردند. بنا به اطلاع سامانه محلی A1 نقطه رو درباره سوختار به نهادهای مسئول دیر خبر دادند و وقتی که ماشین‌های سوختار نشانی به جای حادثه رسیدند آتش الکی تمام خانه را فرا گرفته بود. 2 نفر پدر خانواده که 36 سال داشته است و پسر نورس او توانستند مستقلانه از سوختار نجات یابند. آنها بعد برآمدن از خانه کوشش کردند که خودشان آتش را خاموش کنند ولی به نتیجه. یک شاهد حادثه میگوید از درون خانه جسد الکی مرده کودک 6 ساله را برآوردند. بدنش خیلی سوخته بود. مادر او چند پیش به سبب بیماری والدانش به تاجیکستان رفته بود. این خانه مالکیت شخصی این عائله مهاجران تاجیک بوده است. پدر غمزده را با پسر کلونیش به بیمارستان بردند. به گفته منبع یک رو 15% بدن مرد سوخته است. مرد 28 ساله ساکن جماعت دیوت مینت‌آباد نویه کوشونیان به آن گمان بر می شود که شب 29 آگوست تخمینا ساعت 22:00 در حالت مستی به شکم برادر 32 سالش یک ضربه کورد زده است. جبر دیده را با جراحت وزن جسمانی بستری کردند. مرد 30 ساله ساکن نویه اسماعیل سامونی شهر دوشنبه به آن گمان بر می شود که روز 31 ماه گمانبر در کوچه دوستی خلقای پایتخت با روی فریب و باوری مرد 46 ساله ساکن نویه اسماعیل سامونی در آمده از او $22,000 امریکایی گرفته وعده داده است که برایش ماشین تنگه BMW X7 آورده می دهد، اما تا حال او را فریب داده مبلغ را به منفعت شخصیش صرف نموده است. تماشابینان عزیز، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdod.com. خوش باشید.